السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخت در استودیو با شما جهانگیر صابرов. به هر یک شما معلوم است که دیروز یعنی روز 18 نوامبر روز قبول لیوا یعنی بیرق دولتی ازبکستان بود و به همین مناسبت در سراسر مملکتمان تدبیرهای جالب برگزار گردید. یعنی این سنه تاریخی در ریسپوبلیک ازبکستان به طور وسیع جشن گرفته شد. عسکران و افسران جوانان فعال در کوچه ها صف کشیدند. در بین آنها مسابقه ماراتن تشکیل کرده شد. گرچند در ناحیه سوخ مسابقه ماراتن تشکیل کرده نشد، گرچند در کوچه های مرکز جوانان و عسکران و افسران صف نکشیدند، به این مناسبت در خانه مدنیت ناحیه تدبیر یعنی دستور کنسرتی به وقوع پیوست. توجه کنید. ازبکستان وقتی صاحب اختیار شد رمزهای دولتی را ترتیب داده و قبول نمود که یکی از آن پرچم دولتی می باشد. قانون درباره پرچم ریسپوبلیک ازبکستان 18 نوامبر سال 1991 در سسی غیر نوبتی هفتم قبول کرده شده است. هر یک رنگ و رمزهای پرچم معنی به خود خاص دارد. یعنی در رنگها و ستاره و ماه نیمپوره پرچم حلالی و نیکی، وطن دوستی و شجاعتمندی بر این فضیلت‌های نیک مردم ما، رمز طبیعت فسونکار کشور، آینده درخشان، قدرت‌های ملی خلق دولت، حقوق بنیاد ما افاده خود را یافته است. روز قبول پرچم دولتی یعنی این سنه تاریخی در زیباترین کهندیار وطن سوخ عزیز به طور وسیع جشن گرفته شد. در خانه مدنیت ناحیه با اشتراک عسکران و افسران، جوانان فعال و خوانندگان مکتب‌های ناحیه دستور ادبی بدیعی تشکیل کرده شد و در آن رهبر ناحیه فرخ اوسرف نیز اشتراک نموده مردم سعادتمند ناحیه سوخ را به عید پرچم تبریک نمود. قید گردید که پرچم مملکت این غرور و افتخار ازبکستانیان می باشد. خوشبختانه امروزها بیرق ما در فضای عالم از جانب ورزشگران و جوانان مقتدر کشور بلند برداشته می شود. پس آن در تالار صدای مطیع ملی امان بلند گردید و بعد آن برآمد خوانندگان صاحب استعداد مکتب رقم 12 به اهل تدبیر پیشکش کرده شد. و همه‌تون را با امروز عید بیرق ما تبریک کرده می‌مونم. در تدبیر خوانندگان مکتب توسط شعر و سرود اجرای رقص زیبا به دل اهل تدبیر یک جهان خرسندی بخشیدند. خوانندگان در دوام برآمد خود درباره پرچم مملکت، رنگ‌های آن، 12 ستاره و ماه نیمپوره پرچم معلومات‌ها دادند. از جانب صنعتکاران خوش‌آواز خانه مدنیت ناحیه سرودهای دلنشین سراییده شد و اشتراکداران تدبیر تاد رقص و خرسندی کردند. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining 28 yillik kuni bayram qilib keng nishonlanmoqda. Yurtimizning barcha jabhalarida, shuningdek So'x tumani hokimligi boshchiligida bizning So'x tumanida ham shu kun juda katta bayram qilib nishonlanmoqda. Biz oila a'zolarimiz bilan So'x tumani markazida bayrog'imizning 28 yillik tavallud topgan kunini konsert dasturi bilan keng nishonlab olib, davlat bayrog'i har bir vatandoshimiz, har bir fuqaro uchun yuksaklik, ezgulik, musaffo osmonni timsoli bo'lib, har bir fuqaroning ko'nglida g'ururlikni timsoli hisoblanadi. Shu munosabat bilan hamisha bayrog'imiz osmonimizda hilpirab tursin. ازبکستان دارای رمزهای دولتی خود بوده. امروزها همچون دولتی صاحب اختیار در عرصه عمومی جهانی موقع به خودخواست را صاحب است. مملکت رواج می‌یابد، حیات مردم تا رفت فراوانتر می‌گردد. همه این توفیل سیاست خردمندانه و انسانپرورانه رهبر دولت شوکت میرزیویف است. گویم خطای صادر نخواهد شد. این سنه تاریخی یعنی 28مین سالگرد پرچم دولتی حقوق بنیاد ما به یکایک شما بار دیگر مبارک باشد. طوری که خبر دارید در برنامه گذشته به شما درد دل مردم دهه شرق‌آباد را توسط بخش اخبار نمایش داده بودیم. آنها درباره در حالت خراب بودن کپروک محله مراجعت کرده بودند. به متصدیان و اداره های دخلدار و حتی به حاکمیت ناحیه مراجعت کردیم و تا به امروز نتیجه نیست گفته بودند. آنها خوشبختانه نمایش لوحه ما به منفعت اهالی مردم شرق‌آباد حل گردید. متصدیان به ده رفتند و برای تعمیر کپروک محله تکنیک های لازمی را جلب نمودند. محله شرق‌آباد از سبب آبانبار می شود گفتن آنچه سالان‌تر از دیگر دهه ها محله های ناحیه سوخ عقب ماند. در اینجا مثال گیریم آب نوشاکی نیست، چون که اگر آب نوشاکی گرفت تنبه میشد میکوشیدم برای همین مبلغ صرف کردن امکانیتش نیست. مثال گیریم لگی باغچه بچگانه نیست، یسلی نیست.
من اصلی حیات یک دوره همون بیان وقتی بچگونه محله بالانده موجود هست لیکی ویم اولش وزمین ریمون طلب وای اون مرکز در محله نیست نه مرکز ندارد و سرتار خانه نیست مثل نانبوی خانه نیست قصاب خانه نیست و غیره غیره ها اپتیکه نیست ان همین خیلی احوال مسئله کوپریک رو هم مراجعت کردن من از حوض در امروز قول درباره کوپریک محله که یک به حشر در مابین 45 روز بود کردن من وای رو حالت خراب بودن وای رو در ولگی امروز قبول ما توصیه کردیم. پیشتر هم مراجعت کرده بودید دایر به هم مسئله ها؟ پیشتر مراجعت کردیم و همه حکیم و سکتور راهبرش هم گفتیم حکیم هم گفته بودیم نه اکنون حاضر سر حرکت کردن لیکن با کار چالا منسوس. بعد مراجعت اهالی متصدیان ناحیه تحت رهبری حاکم فرخ صرف به ده هفته برای برطرف نمودن مشکل مردم مشغول شدند در دهه یکی از اساسی ترین معما این تعمیر کوپریک محله بود و حاکم از آنجا دیدن کرده پس آن قوه‌های لازمی را به آنجا جلب نمود با یاری تکنیک‌های ضروری مراجعت اهالی امروز حل خود را یافته ایستاده است که از آن اهل ده خیلی خرسند هستند. روح حشر کتی من کوپریک ساخته بودم هوا یادی جوی تامین میکردگیش بود مراجعت کردم من حکیم بو رحمت من تکنیکوی آوردم من حاضر کار سر کردم خدا خلاصه میونی هم دو روزانه کوپریک تامین کرد نقص کرد ریمون کرد همشه جو باجو میکنه همه مراجعت کردن اون خاص 3 روز نشه زوری فردشو اومد فردشو من تراکتور تکنیکوی آوردم من کار سر شد. با غیر از این در دهه مسئله باغچه نیز مراجعت شده بود. واقعا باغچه محله در حالت خیلی خراب است. آن را در مدت تیز یا تعمیر کردن یا از نو بنیاد کردن در کار است و خلاص ما برای برطرف نمودن این مسئله نیز چاره‌های ضروری دیده ایستادیم گفتند مسئولان. از همه مهمش مسئله تعمیر کوپریک بود که خوشبختانه امروز برطرف کرده ایستادند. انا همین طور مراجعت ها از نظر مسئولان دور نمانده برطرف کرده شود چه خوب است. از آن هم خلق خرسند می شود و هم طلب رهبری دولت اجرا می گردد. اگر مراجعت اهالی سریع وقت آموخته شده برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری از جانب مسئولان و متصدیان دیده شود طوری که رهبری دولت میگوید ما به مقصد نیک خود میرسیم دولت آینده اش بزرگ را برپا کرده میتوانیم زیرا مقصد اساسی سیاست کنونی ما راضی نمودن خلق میباشد. به همین خاطر در جمعی شهروندان محله دهویران نیز قبول سیار حاکم به وقوع پیوست. توجه کنید. قبول سیار در اساس نقشه قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در ناحیه سوق تشکیل کرده شد و در آن تحت رهبری حاکم ناحیه رهبری سکتور یکم فرخ صرف رهبران و مسئولان کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار اشتراک کردند. مردم دهه اساساً دو مسئله اساسی را به میان گذاشتند و معلوم کردند که اگر این مسئله حل خود را یابد ما دیگر معما نداریم و از فعالیت رهبران خیلی ممنون می‌شدیم. یکی معمای پس بودن فشار گاز طبیعی و دومی مسئله ترانسفورماتور و سیمچوب‌های زمانوی بود. دیگر مسئله های خرد در جایش برطرف کرده شد. حل مسئله های بالایی را حاکم به رهبران کارخانه های دخلدار سپارش داد. امروز ها بین مردم سوال پیدا شده ایستاده است که آیا قبول های سیار نتیجه دارند؟ وظیفه ما که خالصانه فکر کردن و بها دادن است و کوپریک بین خلق و دولت گفتم می توانیم که قبول های سیار قسما باشد هم در حل مشکل های مردم اهمیت مهم کسب می کند. مسئولان تا قدر امکان در دایره قانون برای برطرف نمودن مراجعت مردم کوشش کرده ایستادند اما با برابر موفقیت ها کمبودی و مشکل ها خیلی بسیار می باشند و اطمینان داریم که من بعد قبول های سیاری که در محله های ناحیه گذرانیده می شوند در برطرف نمودن باقی مانده مسئله های حل طلب عامل مهم می گردند. اصلا مقصد اساسی برطرف نمودن مشکل های شهروندان و به این منوال تامین فراوانی مردم برقراری صلح و امنیت و ترقیات مملکت می باشد. در واقع بعد انجام قبول سیار حاکم ناحیه و مسئولان به مکتب دهه رفته از اوچسک انتخابات محله دیدن کردند زیرا بعد روزهای بشمار انیقترش پس از یک ماه در مملکت ما معرکه مهم سیاسی انتخابات دپوتات های مجلس عالی و کنگش های محلی شده میگذرد.
با ما از جانب اهالی باز یک مراجعت افتید که خادمان اداره تامینات گاز بالون ها را غون کرده بعد 3-4 روز پر کرده میورند که در مابین ما 3-4 روز به گاز بالون مانده ایستاده ایم. فصل بهار باشد هیچ گپ نبود، اما وقتی که حرارت هوا طرف پس میگردد فصل زمستان در میکوبد. این کار خادمان کارخانه تامینات گاز مگر درست است گفته باز بار دوم به ما اهالی مراجعت کردند. ما به مراجعت اهالی از مسئولان ایضاح دادنشون را طلب کردیم و آنها به ما معلوم کردند که در دوام 2 روز گاز بالون ها را به اهالی برده میرسانند. اگر در این جاده یعنی قانون ویران کنی به نظر رسد، یعنی مدتش طول کشه، شما میتوانید به رقم های تلفنی که الحال در اکران نشان داده شده است مراجعت نمایید، یا اینکه به رقم تلفن تلویزیونی سوخت نیز میتوانید زنگ زنید. رقم تلفن در اکران نشان داده شده است، دقتتون را به آن جلب می نماییم. و به هر حال در چنین مورد در چنین وقت به گاز بالون ماندن اهالی این کاری درست نیست، چون که بارها گفتیم و باز میگوییم مقصد اساسی سیاست امروزه ما راضی نمودن اهالی شهروندان و سرسان نکردن مردم این کشور حقوق بنیاد می باشد. شیخ سعدی میگوید که به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود گلدسته گردد. این بیت را امروز ما در افاده همین بیت را امروز ما در مهنت تشبس مردم محله حضرت علی دیده میتوانیم، زیرا در نتیجه اهل و اتفاقی و تشبسکاری رئیس و اهل محل در دهه کارهای بسا بزرگ در ماهای آخر به عمل تطبیق می‌گردند و در نتیجه یگان کوچه ناآباد و عائله های دارای امکانیتش محدود قریب که نماند. چون که اهل ده از یک گریبان سر برآورده حیات اجتماعی محله را خیلی رواج داده ایستادند که از این بیشتر خلق منفعت دار می‌گردد. در دوام 5 ماه آخر در دهه کارهای نظررس به عمل تطبیق کرده شد. اهل ده نه فقط برای آبادسازی محله و روزگار مردم بلکه برای باز هم رواج دادن ساحه ورزش، باز هم بلند برداشتن معنویات و مدنیت و معرفت محله اهل محله کوشش زیاد به خرج می‌دهند. ورزشکاران دهه در مسابقه فوتبال در ناحیه جای اول را اشغال نموده به گرفتن کوباگ حاکم ناحیه میسر گردیدند که از این هر یکی شما آگاه هستید. ما در این باره در برنامه‌های گذشته نیز به شما معلومات داده بودیم. دیروز زیارتگاه حضرت علی، یعنی در زیارتگاه مذکور به ورزشکاران محله از جانب سکتور دوم و جماعه شهروندان محله مذکور افتخارنامه‌های مخصوص تقدیم کرده شد. برای ورزشکاران از جانب محله و حامیان ضیافت آراسته شد و قید گردید که برای رواج دادن ساحه ورزش دستگیری نمودن ورزشکاران محله اهل ده همیشه تیار هستند. واقعا روزهای آخر و ماههای آخر در جمعی شهروندان محله حضرت علی با برابر آباد ساختن محله، آباد ساختن روزگار مردم، برای بلند برداشتن مدنیت کتابخانه، جلب نمودن جوانان به ساحه ورزش نیز کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیده ایستاده است که این مورد اعتراف است، باعث تعریف و تحسین می باشد. در واقع مکتب رقم 12 که در جمعی شهروندان محله قزلقیاق می باشد روزهای آخر به مناسبت سنه‌های تاریخی تدبیرهای خیلی عجایب تهیه می کنند و البته در نتیجه آن جوانان صاحب استعداد کشف گردیده و استعداد آنها را صیقل داده ایستادند. به مناسبت روز قبول لیوای ازبکستان نیز در مکتب مذکور تدبیر خیلی جالب تهیه گردید. توجه کنید. جوانان ادامه دهنده آینده امروزی‌ها می باشند و از این خاطر تربیت نمودن آنها در روحیه وطن دوستی و وطن پروری یکی از مهمترین وظیفه‌های جامعه امروز به شمار می رود. مکتب درگاهی است که در مجسم نمودن فضیلت‌های انسان دوستی و وطن پروری در فرزند حضرت انسان اهمیت مهم کسب می کند. واقعا مکتب درگاهی مقدس است که انسان بودن خویش را، نیکی کردن و نیکخواه بودن را در آنجا درک می کند و می آموزد.
مکتب رقمی 12 نیز امروزها به یکی از پیشقدمترین دبستان‌های ناحیه تبدیل یافته ایستاده است و این البته نتیجه مهنت ثمرناک آموزگاران دبستانی مذکور میباشد. یگان روزهای تاریخی از نظر آموزگاران مکتب دور نمیماند و آنها بخشیده به چنین صحنه‌های تاریخی تدبیر و آزمون‌ها و چاره‌بینی‌ها تشکیل می‌کنند بین خوانندگان صنف‌های ابتدایی و بالایی مکتب. به مناسبت روز قبول پرچم جمهوری ازبکستان با اشتراک خوانندگان اقتدارناک مکتب تدبیر خیلی تاثیربخش شده گذشت و برآمد خوانندگان مقتدر به‌واسطه در قلب اهل تدبیر حس میهم پرستی و بشردوستی را از نو بیدار نموده وجود هر یک شنونده را به وجه آورد. هر یک سرود و بیت‌های قرائت کرده آنها که در موضوع وطن، رمزهای دولتی، استقلال و کامیابی‌های آن بود به اشتراکداران خیلی پسند آمد. واقعاً زیان نمودن تدبیرهای سودمند به منفعت خوانندگان مکتب است، زیرا تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها در وسیع نمودن جهانبینی خواننده، بلند برداشتن دانش و مهارت او، انکشاف نطق و افزودن شوق و هوس آنها نسبت علم و دانش نقش بسا مهم می‌بازد. در دام تدبیر برعلا احساس نمودیم که در این درگاه معرفتی خوانندگان صاحب اقتدار بشمارند و آنها را راه و روش نشان دادن لازم است و خلاص. رغبتناک سازی خوانندگان باشد عامل مهم است در باز هم زیاد نمودن شوق و هوس آنها نسبت علم و دانش. از این خاطر در انتهای تدبیر خوانندگان مقتدر تقدیرانیده شدند. در دام سال 2019 مرکز خدمت‌های دولتی ناحیه به چند نفر اهالی سوخ خدمت صفتناک دولتی رسانید. در دوام لوحه نوبتیمان کوشش کردیم به همین سال جواب یابیم. توجه کنید. مرکز خدمت‌های دولتی بینای زمانوی و خوشساخت این مرکز در مرکز ناحیه قد افراخته برای همه اهالی ناحیه در جای خیلی قلای جایگیر شده است. در اینجا به اهالی خدمت‌های دولتی رسانیده می شود. به قبل امروز مردم توسط یک در به اینجا وارد شده همه کارشان را در یک جا به سرسانی اجرا کرده می روند. می توان گفت که در دوام سال جاری زیاده از 460 عدد سوبیکت‌های صاحب کاری توسط مرکز مذکور از روی خط گذرانیده شدند. تا این دم این مرکز به زیاده از 32000 نفر شهروندان ناحیه خدمت صفتناک دولتی رسانیده است. واقعا فعالیت آغاز نمودن مرکز خدمت‌های دولتی در ناحیه به اهالی محلی قلایی‌های زیادی را فراهم آورد، خصوصا در جاده نصریفیکاسیون دیپلم‌های خارجی. در دوام سال جاری حجت‌های یک چند نفر شهروندان ناحیه که در مکتب‌های عالی مملکت‌های دیگر تحصیل گرفتند توسط مرکز مذکور نصریفیکاسیون کرده شدند. خصوصا این مرکز برای تدبیرکاران و آنهایی که تدبیرکار شدن می‌خواهند امکانات‌های زیادی را فراهم آورد. در نتیجه یک چند کارخانه‌های خرد استحصالی در ناحیه براه مانده شدند. کارخانه رای بریلیان اینوست که هم مؤسس نیسان هم کارخانه شهر آمیس که مملکت روسیه می باشد در ناحیه با یاری مرکز خدمت‌های دولتی فعالیت خود را آغاز نمود. خلاصه تدبیرکاران نیز از فعالیت مرکز خدمت‌های دولتی خیلی منت دارند. از طرف دولت خدمت ما امتیازهای همین یکم بار تدبیرکاری شدگی ما 6 ماه همین امتیاز داده، همین نالوک وای کرده، امتیاز وای کردن با یک دستگاه آوردن به از طرف دولت خدمت یاردن رسانده. باعث اعتراف است که در مرکز مذکور از روی ساحه‌های مختلف زیاده از 140 نمودهای خدمت‌های دولتی به اهالی رسانیده می‌شود. از همه مهمش شهروندان همه کار خود را در داخل یک بنا به آخر می‌رسانند که این در راضی نمودن مردم ناحیه از سیاست امروزه نقش بسیار مهم می‌بازد. این بود بخش خبری اخبار که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید و در همین جا به بخش خبری حسن انجام می‌بخشیم. اما شما ما را ترک نکنید زیرا برنامه‌های استراحتی تلویزیونی صبح دوام دارد.